دیگر کمتر کسی است که دنبال دیدن بازی پرسپولیس استقلال و یا حداقل دنبال کردن نتیجه آن نباشد. این بازی برای اکثر مردم به یک بازی ویژه تبدیل شده و حتی آنها که کمتر به فوتبال اهمیت می‌دهند دوست دارند از نتیجه بازی مطلع شوند. روز 16 شهریور ماه 1352 دیدار رفت دو تیم پرسپولیس و استقلال در لیگ کشور برگزار می‌شود. برای نخستین بار مصاف این دو تیم در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود، ورزشگاهی که برای میزبانی بازی‌های آسیایی تهران ساخته شده، اما یک سال پیش از آن بازی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. 60,000 نفر تماشاگر خود را به ورزشگاه بزرگ و جدید تهران رساندند. اولین بار که به اصطلاح این درباره این بازی خبری شنیدم و دقت کردم و توجهم جلب شد، همون بازی معروف 6-0 بود که شهریور سال 52 خود ما میشد 73 میلادی. 73 میلادی هم از این نظر به یادمه چون همون موقع همزمان مسابقات کشتی قهرمانی جهان در تهران برگزار میشد و مسابقات کشتی از طریق تلویزیون گزارش میشد که یادم میاد قشنگم یادم میاد که استاد بهمنش گزارش میکردن و در حین گزارش بازی به اصطلاح مسابقات کشتی که فکر می‌کنم روز نهایی و فینالش هم بود که ما چند تا فینالیست هم مثل آقای فرهوشی و مثل منصور برزگر و ابراهیم جوادی اینا در فینال بودن. در کنار این هیجانات کشتی که خودش به اندازه کافی توجه جلب کرد، گهگاهی هم یه خبری از استادیوم آزادی به گوش ما رسید. با توجه به امکانات که فقط یک گروه تصویربرداری برای ورزش وجود دارد، کشتی در اولویت قرار می‌گیرد و به جز حاضرین در ورزشگاه کسی 12مین بازی استقلال پرسپولیس را نمی‌بیند. من در استادیوم بودم، استادیوم 100,000 نفری اون دوران. اولا اینکه دوربینای تلویزیونی وجود نداشتن. من پس از انقلاب بعضی‌ها اشاره کردن که دوربین‌ها بودن، فیلمبرداری کردن و بعد تیمسار خسروانی رفته فیلم‌ها رو نابود کرده. تلویزیون ایران متعلق به قطبی از نزدیکان فرح دیوا بود، همسر شاه، یعنی خودش یه امپراتوری داشت. قطبی کسی نمیتونست بره در حقیقت فیلمی رو که تلویزیون تهیه کرده بره از بین ببره. در حقیقت جایگاه تلویزیون از جایگاه تیمسار خسروانی قوی‌تر بود. بنابراین اصلا دوربینی وجود نداشت و دوربین‌ها مسابقات کشتی رو داشتن پخش می‌کردن. رایکوف مربی استقلال است و راجرز مربی پرسپولیس. داور هم نیکولای پتری از کشور رومانی است. اونام 5-6 تا بازیکن فیکس تیم ملی داشتن، ما هم 5-6 تا بازیکن فیکس تیم ملی داشتیم. ترکیب اولیه وقتی که تیم به میدان آمد، اولا سفر ایران پاک در ترکیب پرسپولیس قرار نداشت در خط حمله و سفر ایران پاک بهترین مهاجم اون دوران پرسپولیس بود. یعنی در حقیقت پرسپولیس مهاجم اصلیش رو در اختیار نداشت. ولی خب حامد بهزادی، حسین کرانی، اسماعیل حاجی‌پور خط حمله رو می‌ساختن در تیم پرسپولیس. و تیم پرسپولیس دیگه با بسیار نتایج خوبی که به دست آورده بود، هم از نظر تعداد تماشاگر تونسته بود تماشاگرها رو راضی نگه داره، هم بازیکن‌ها بیشتر جا افتاده بودن. پرسپولیسیا از گردونه مسابقات باشگاهی تهران خودشونو کشیده بودن کنار و خودشونو حرفه‌ای اعلام کرده بودن. ما همون سال قهرمان جام باشگاهی تهران شدیم، قهرمان جام دوستی شدیم، قهرمان جام حذفی شدیم با تیم استقلال و من فکر میکنم بچهای ما انگیزه آنچنانی نداشتن. فوتبال تهران همه قشنگی و گرمیش در پی وجود دو تا تیم استقلال و پرسپولیسه. اون روز بچهای ما دیگه اشباع شده بودن از فوتبال، انگیزه‌ای نداشتن. شاید این یک دلیل بسیار بسیار مهم برای ما بود. خط حمله تیم تاج زهرناکتر به نظر می رسید وقتی یعنی حسن روشن جوان با تراوت و پرویز مظلومی در اوج به نظر می رسید که در حقیقت در خط حمله تیم تاج در حقیقت قوی تر هست، حداقل از نگاه ما که روی سکوها نشسته بودیم. اما کسانی که در ورزشگاه آزادی شاهد این بازی هستند از ماجرای پیش از بازی که در اردوی استقلال اتفاق می‌افتد بیخبر هستند. رایکوف وقتی یادم میاد وقتی تو اتوبوس تیمو دید سرش که برگردوند آخرین نفر من بودم، خیلی هم من بهش نزدیک بودم اون اواخر، مثل سرش رو تکون داد. یعنی اون قبل از بازی تو اتوبوس نمیگفتیم حالا 6 تا، ولی میدونست که امروز بازی بچه‌ها اصلا فکر بازی نیستن. ما که سر زمین رفتیم استادیوم آزادی بازی بود، رایکوف طوری بود، طوری رایکوف بازی شروع شد، بازی که شروع شد عادت داشت
دستشو توف میزد و گفت امروز ما میریم این تیمو با اون لهجه یوگسلاویش 5 تا میزنیم. نه اصلا بگو اختلافات و این جریان. یه اختلافاتی هم بود دیگه. 5 تا از اون آقایون متاسفانه حالا شب چه مراسمی بود دور هم جمع بودن به بازی نمیگم فکر نکردن، برای بازی شاید چون ما فوق‌العاده تیم خوبی بودیم شاید به نسبت ارزش قائل نشدن. درگیری‌ها رو آقا عبداللهی بهتر میتونه بیان کنه تا من چیزای دیگر به اون صورت نبود، ولی همیشه قرار بود که هر بازیکنی تو تمرین بهتر. ما 2 تا گلر خوب داشتیم که آقای حجازی با رشیدی، هر کی بهتر تمرین میکرد اون بازی میکرد. بعد یه اتفاقی برای آقای حجازی افتاد، همیشه هم تمرین میکرد، بعد نتونست 2 جلسه بیاد تمرین. یکی از بازیکنایی که اسم نمیبرم قرار بود بازی کنه که خیلی تو اوجش هم بود، اون درخواست پول کرد، بازیکن دیگه رو جایگزینش کردن، اون بازیکن آمادگی لازم رو نداشت. بعد قرار شد آقای رشیدی بازی کنه، تیم ارنج کردن با آقای رشیدی. نه هیچ کس به من چیزی نگفته بود، من چیزی هم اطلاع نداشتم که ارنج چیه، کی دروازه میسته. یه مقداری که گذشت بعد تیم که ارنج شده بود و همه چی تموم شده بود، بعد گفتن آقای حجازی دروازه‌بان به خاطر اون درگیری. بعد آقای رشیدی ناراحت شد که تا حالا دروازه‌بان بود، الان نیم ساعت مونده به بازی چطور عوض شده بود. خیلی بازی رو خدمتتون گفتم، من از ناراحتی گفتم شیشه نمیدونم دستشویی امجدی رو پیشکسم خورد میکردم موقع که من تو گل نبودم، مثلا آمادم باید باشم، نبودم ناراحت میشدم با مش توی درا میزدم، درا رو خورد میکردم من. ولی اون بازی رو نه، اصلا هیچ همچین مسئله اصلا پیش نیامد. بعد باز 2 مرتبه یه اتفاقی افتاد که حجازی قرار شد بازی نکنه، باز باید رشیدی بازی کنه. رشیدی که بعد ناراحت شده بود، اونجوری درگیر شده بود، حتی قهر کرده بود، داشت میرفت از رختکن بیرون، بعد رفتن وش داشتن آوردنش، باز اومد تو گل. همچین صحبتی اصلا پیش نمیاد که به من بگن آقا شما دروازه اید، بعد تغییر به من بگن ناصر دروازه است، بعد من عکس العمل شد. نه اصلا همچین چیزی وجود نداشت، اگه بود من میگفتم. یعنی ما به این ترتیب اومدیم تو زمین بازی کردیم. هر تیمی که میوازن میگن دعوا داشتن و 2 تا با هم دعوا کردن و دیگه فوتبال یه سابقه نداره دیگه، هم فکر نمی‌کنم همچین اتفاقی بیفته اصلا تو فوتبال ما. من خدمتتون میگم واقعا کسی این حقیقت رو نگفته، بذاری من واقعیت رو بگم. ما تنها بازی بود که بچه‌ها مربی رو گولش زدن، گفتن آقا ما نیازی به اردو نداریم. نه تیم چهارشنبه باید میرفت شرایطان. اردو اون موقع اینجا بود. اردو اون موقع نبود که تو هتل باشه، ما هتلی نداشتیم، توی معمولا باشگاه دهیم اردو میزدیم، تو اون سالن بسکتبال والیبالش معمولا بازی‌های استقلال پرسپولیس اردو میزدیم. اینم اردویی که واقعا تو همون محوطه هتل که تیم نمیبردن که. ولی اون بازی رو استثنا آقایون خواستن نریم. یه سری مسائلی اتفاق افتاد اون بازی، قبلش اتفاق افتاد که الان من نمیتونم راجبش صحبت کنم که 2-3 تا بازیکنامون شب اردو رو ترک کرده بودن. ما روز بازی نهار میرفتیم، یه نهار با هم میخوردیم، میرفتیم خونه یک بچه‌ها، یا میرفتیم باشگاه، 2 ساعت قبل بازی هم میرفتیم استادیوم. چرا دربی فقط نهار میخوردیم با هم؟ فقط نهار میخوردیم، اونای دیگر نهار هم نمیدادن بهمون. خونه‌مون بودیم و میومدیم بازی. بازی متعادل آغاز می شود. نیم ساعت اول بازی گلی را در بر ندارد. ترکیب تاج از اول یه مشکلی داشت، ترکیب دفاعیش. اینو در واقع دوستان تاجی من که در همون بازی کنار من بودن و با هم رفتیم، اینا به ترکیب تاج یه ایراد میگفتن که تیم تاج با 3 تا مدافع میانی بازی رو آغاز کرده. یعنی اکبر کارگرجم، جواد اللهوردی، نصرالله عبداللهی. این 3 تا هر 3 تا مدافع میانی بودن، به اضافه عزت جان ملکی که مدافع کناری بود. در حقیقت تیم با 3 مدافع میانی و 1 مدافع کناری. خب این در حقیقت تا حدی شاید شکننده کرده بود دفاع
تاجو، چون کارگرجان هم که از بهترین مدافعان میانیان اصل بود، در قلب دفاع قرار نداشت، در دفاع کنار قرار داشت. تیم تاج یا استقلال فعلی بازی رو خیلی خوب شروع کرد. تو 20 دقیقه اول هم خیلی خوب بازی کردن بچه‌ها. من دقیقاً اون بازی خاطرم هست، خوب بازی کردن اوایلش. 2 تا گل ناگهانی خوردن از راه دور، گل بعدی خوردن، تیم به هم ریخت، شیرازه تیم به هم ریخت. حسین کلانی در دقیقه 32 اولین گل را برای پرسپولیس وارد دروازه منصور رشیدی می‌کند. منصور رشیدی که بهترینا بود. گل اول آقای آشتیانی سانت کرد، جلو پاش خورد زمین، بالا سرش رفت، کلانی هم حسین کلانی هم زد. متاسفانه اون 5 نفری که نخوابیده بودن، کم خوابیده بودن شب، اون شب من تو خونه خودم بودم، شب بازی تو خونه خودم بودم و اطلاع از بقیه نداشتم چه صورت استراحت میکنن نمیکنن کجا هستن. آقای سلیمانی خدا بیامرز هافک تیم پرسپولیس اولین گل زد. نه اولین گل رو من زدم. اولین گل خب ایشون زد. طوری که ایشون زد رشیدی به جای اینکه شیرجه بره از رو توپ دایو زد. یعنی این نشون میده این گلر توپو نمیبینه. این واقعا مشکل داشت. خب یکی از اون 5 نفری بودن که شب نخوابیده بودن، یا علتش دیگه نمیگم. خیلی تهمت هم همون موقع به من زدن که شب بازی نبودید، بیرون بودید فلان، در طول خدا شاهده نبود، صورت نبود. ببینید این یه مقدار برمیگرده به یکی دو تا بازی‌های قبل ما، یه مقدار بین بچه‌هایی که میگم یکی دو تا از بچه‌های مشکلاتی به وجود اومده بود که اینا سر ناسازگاری داشتن. اون بچه‌های تیم پرسپولیس هم که واقعا اون روز با چنگ و دندون مبارزه میکردن، بچه‌های ما مبارزه نکردن و وایسادن گل خوردن. بعدها که من اومدم پرسپولیس با همین آقای آلن راجرز ما رو میبرد تو این گردنه قوچک، تو اون سربالایی‌ها تمرینای کماندوها رو میکردیم، تمرینای بسیار بسیار سخت، و پرسپولیسیا با این تمرینا، با این آمادگی تو اون بازی 6 تا جلوی ما حاضر شدن. یکی از این صحبتایی که در رابطه اون چند تا بازی کردن ایشون هم جزو یکی از همونا بود که من خدمتتون گفتم. این مشکلاتی بود که اون روز اینا از نظر روحی به تیم ما وارد کرده بودن. اینا شرایطی رو از بازی قبل که بین مشکل هادی نراقی به وجود اومده بود و اینها رو بخوام من چون اینا رو نمیتونم بازش کنم. مطلبی رو که من تا حالا نگفتم، هیچ کی هم تا حالا به اون اشاره نکرده، مشکلی بود که من برای خودم به وجود آوردم. یه بیادبی به آقای هادی نراقی کرده بودم، یه بار دیگه آخر عمری ازش عذرخواهی میکنم، حلالیت میطلبم. مطالب رو نمیتونم باز کنم که تو استادیوم چه کردن، چی گفتن که بعد ما درگیر شدیم، درگیر صحبت کردیم، بعد قرار شد با باشگاه صحبت کنیم، باشگاه بیاد این مسائل رو اینا رو بخوام برای شما بگم خیلیه، چون من ریزش میگم، همشون بشینن میگم. اون نفری هم که اونجا شعارشو داد اونم من صداش میکنم بیاد شما بهتون بگه که چی بوده. 2-3 تا بزرگترهای باشگاه مثل علی جباری، مثل همین آقای پوریدری، اینایی که دیگه پا به سن گذاشته بودن، حالا بول گرفتن، هر چی گرفتن، یه توماری امضا کردن اینجا که اگه من باشم اونا دیگه بازی نمیکنن. این به خاطر اون بیادبی بود که من به هادی نراقی کردم، حرف بدی زده بودم. ولی کلا این که خدمتتون عرض میکنم ایشون هم یکی از همونایی بود که مشکل روحی برای تیم به وجود آورده بود. یه مقدار این صحبتایی که شما میگین برمیگرده به رفتن جواد علاوردی به پرسپولیس بلافاصله بعد از اون بازی. اون کرده. نیمه اول با همین نتیجه رو به پایان است که ایرج سلیمانی اختلاف را به 2 گل میرساند. گل دوم باز آقای سلیمانی زد. سلیمانی زد از راه دور، از حتی سانتر، باز رشیدی دایو زد. 2 تیم به رختکن میروند. ما نیمه که تموم شد رفتیم تو رختکن، گفتیم این چه اینطوری شده، اینا همه اصلا گیج بودیم. آقای راجز هم اون روز خب خوشحال بود و به قول معروف چون یه عادتی داشت همیشه یه حالت جهشی داشت از زمان خوشحالیش، خوشحال بود و بچه‌ها رو تشویق می‌کرد و باریکلا یه همچین حالتی بود. رایکوف بین نیمه دوم معمولا که تیم می‌باخت هیچ حرفی نمیزد. رایکوف اینطوری فقط دستش مینداخت و راه میرفت. روزایی که می‌باخت معمولا اینطوری بود، می‌خواست احساسی عمل کنه که ببینه چه جوریه. رئیس باشگاه اومد تو رختکن، اون موقع آقای شیخان بود مدیر باشگاه، در رأس تیمسار بود ولی شیخان مدیر بود. اومد و یکم صحبتی نکردن و بچه گفتن خب
آماده میشیم. رفتیم تو زمین نیمه دوم. با آغاز بازی در نیمه دوم همه منتظرن عکس‌العمل استقلال را ببینند. هواداران استقلال منتظر یک بازی تهاجمی از تیمشان هستند، ولی همایون بهزادی در همان 5 دقیقه اول گل سوم را نیز به هواداران قرمز هدیه می‌کند. رفتیم تو زمین نیمه دوم، همایون 2 تا از زیباترین گلاش زد بهزادی، یعنی زیباترین گلا. روحیه استقلالی‌ها در بدترین شرایط ممکن است. دفاع آنها با هر حرکتی به مرز فروپاشی میرسد. اون سال ما 2 تا گل زدیم، شیرازه تیم تاج به هم ریخت. نیمه دوم که اومدیم تو زمین اینا اومدن مثلا 2 تا گل رو جبران کنن، یه گل دیگه هم خوردن، یه گل که خوردن باز اومدن بیشتر جبران کنن که متاسفانه رفت تو 6 تا. اگر 10 دقیقه دیگه ادامه داشت ما 8-9 میشدیم. تاج پاچیده شد، یعنی ما تو زمین دیدیم که اینا با هم دیگه درگیرن، درگیری لفظی دارن، هر کدوم اشتباه تو گردن کس دیگه میندازه. اون بازی واقعیت همه تیم گیرپاش کرده بودن، تنها 1 2 تا 3 تا بازیکن خراب نکردن. ما ستاره‌ای نداشتیم تو اون بازی، همه خراب کردیم. و اون روز ما یه مقدار روحیه خوبی نداشتیم تو زمین اومدیم، به خاطر همین مشکلاتی که عنوان کردم خدمتتون. خب تیم مربی داره، مربی حرفه‌ای، خدا بیامرزه، آدم کاربلد، همین مثل رایکوف. آقای کوزه‌کنانی زنده است، رایکوف مرده. سوال کنید بگید جعبری اصلا درگیر شد با شما 2 تا سر چی؟ سر اینکه امروز رو ارنجتون دقت بکنید، امروز توجه به این ارنجتون بکنید، این که دارید رو ببینید. واقعا اینو من میدونم و اینو دیدم، این اطلاع دارم، اینو رفتیم فلان. امروز رو بیاین شما دقت کنید تو چیدنتون که ما اینا رو انتقال دادیم به مربی، انتقال دادیم به سرپرست آقای کوزه‌کنانی، اینا توجه نکردن. اونا هنوز باور نداشتن که اون آدم بازی آخرشه دیگه، میخواد بره از اینجا و این اتفاقات میفته. روز خیلی ها نبود اون موقع تو زمین، پس باید ما 10-11 تا بازیکن که روزشون نبودن می‌داشتیم بیرون. آخرم که همه گناه ها افتاد گردن ما، انگار ما 1 نفری رفتیم تو زمین بازی کردیم به 11 نفر پرسپولیسی باختیم. کشتی نیستش که 2 تا پامو بدم فیتیل پیچم کنن 6 تا گل بیاد بره اون تو. و بقیه کجا بودن؟ نکنه عزیزا بهشون بر نخوره ها، رفته بودن گل بچینن، من تنهایی باختم. ببینید یه موقع اینطوری میشه، اونا هر چی زدن رفت گل. در دقیقه 56 پرسپولیس به وسیله ایرج سلیمانی گل 4م را نیز به ثمر میرساند. رایکوف ناصر حجازی را به جای منصور رشیدی وارد زمین می‌کند. خوشحال بودم که یعنی واقعا دقیقه شعاری می‌کردم هر لحظه منو تعویض بکنه. اصلا نگاه مد به نیمکت بود، به رایکوف بود که تعویض بکنه سری منو، چون تیم اصلا پاشیده بود از هم. رشیدی دیگه نمیتونست، گفتن ناصر لخشه. خدا رحمت کنه ناصرم البته نباید قبول می‌کرد میاد دروازه، چون ایشون هم 14 دقیقه تو گل بودن، شاید 14 تا گل باید می‌خوردن، چون تیم بد بود، تیم بد بازی می‌کرد. این تغییر هم مانع ادامه روند گلزنی‌های پرسپولیس نمی‌شود. ظاهراً تقدیر این است که اولین شهرآوردی که در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود یک بازی کاملاً یک طرفه باشد. کاپیتان همایون بهزادی در دقایق 86 و 90 دو گل دیگر برای پرسپولیس به ثمر می‌رساند تا جشنواری از گل به راه بیفتد. بازی همایون بهزادی اون روز قابل تحسین بود، 3 گل به ما میزنه. همایون بهزادی و کلانی اینا چون ما یه خود بچه تر بودیم درگیری داشتن با آقای خسروانی، اون موقع رئیس تربیت بدنی هم بود، رئیس باشگاه تاج هم بود آقای خسروانی. همایون خان اینا با این آقا خیلی بد بودن. قرار شد که ما هر اتفاقی تو زمین افتاد، دم مثلا دروازه توپگیری ما افتاد، ما هر طوری شده بدیم به همایون بهزادی بزنیم تو گل. من حتی گله رو دیریب کردم دادم همایون بهزادی زد تو گل. 2 گل آقای مرحوم ایرج سلیمانی میزنه و 1 گل هم آقای حسین کلانی. خب این 6 تا هیچ وقت ما از ذهنمون خارج نمیشه. یه وقتا میبینی هر چه میزنی میگیره. 1 گل من 45 متری زیر جایگاه، روبروی جایگاه، دروازه شمالی استادیوم آزادی، اینجوری به من واسه پیچیدم زدم تو رفت اون گوشه. ولی اون روزی بود که باید هر چی بود میرفت، از کجا میزدن میرفت، گل اونایی هم که گل نزده بودن توپ زدن رفت.
خب گرم شده بودیم دیگه، یه تیم گرم شده، یه تیم سرده. پرسپولیس بازی را میبرد، آن هم نه یه برد معمولی. اینجوری گیر افتادن دیگه، یه تیمی یهو 2 تا گل خوردن، نمیدونم حالا ناصر جزیره رو عوض کردن یا رشیدی رو عوض کردن آوردن، اونم 4 تا خورد. ولی اتفاق بود، این اتفاقی بود که دیگه فکر نمی‌کنم اصلا رخ بده همچین چیزی. و نکته نیشدارش اینه که این 6 گل رو تیمی میخوره که بهترین مربی خارجی تاریخ فوتبال ایران در اختیار داشته، یعنی رایکوف. شما از هر کس، پرسپولیسی، استقلالی، از هر کس در فوتبال ایران بپرسید چه مربی خارجی به فوتبال ایران اومد و اثری عمیق گذاشت و مسیر فوتبال ایران رو تغییر داد، بی تردید از رایکوف نام میبرن. و رایکوف در اون بازی تیم 6 گل میخوره و این طعنه تاریخ فوتبال ایرانه و بهترین مربی فوتبال ایران سنگین ترین شکست در حقیقت تیم تاج استقلال رو با خودش رقم میزنه. ما هر دو سرباز بودیم در شیراز. تیم نیروی زمینی قهرمان ارتشا کردیم. بعد حسین جون خواستن ایشون اجازه دادن بره تهران، ولی به من اجازه ندادن بیام تهران. هم روز بازی ایشون روز قبلش اومد تهران، رفت بازی کرد با ایشون، تو بازی بود، ولی به من اجازه ندادن بیام تهران. منم حالا شب نه تلویزیون پخش میکرد نه هیچی، هی منتظر خدا چه اتفاقی بعد یه پارکی دارم به نام پارک گازو تو شیراز. من رفتم شبش اونجا داشتم راه می‌رفتم، یک نفر آقا رادیو داشته، گفتم ببخشید آقا مسابقه چیزی گفت نه یکی 6 تا به یکی زده همینجوری. خودم اصلا باورم نمیشد که همین چیزی نه اونا میتونن بزنن نه ما میتونیم اونا بزنیم، نه اونا اصلا همین چیزی واسه من باور نکردم. تا آخر صبح که من بچه اومد تو اردو تیم ارتش، من دیدم پرسپولیس 6 تا زده. من همون بازی نزدم چون حسین جون استاد زدن اومد تهران به من اجازه ندادن. 6 تا تموم شد. یعنی ما که رفتیم تو رختکن همه سکوت، یعنی سکوت مطلق، هیچ حرفی نزدن. بعضی آقایون که میخندیدن، البته جان نیست که من حتما چیزو اینجا بگم، خودم واقعا خجالت میکشم، ولی بعضی آقایون میخندیدن، میگفتن که ما که سال دیگه میریم تو اون تیم. یه حرف صحیح نبود، نباید ایشون میزد. بازی هم تموم شد به همین شکلیه. همه ما در یک حالت سرمستی کاذب زیادی بودیم، چون خب اون موقع فکر نمی‌کردیم که آقا یه اتفاقه، بلکه میگفتیم یه موفقیت غیر ممکنی بودی که ما به وجود آوردیم. با همین حال من هیچ موقع خدا شاهد نمیگم اون بازیکن کمکاری کرده، اون بازیکن گاوبندی کرده. فقط رو گفتن روز یکشنبه جلسه باشگاه دهیم. باشگاه دهیم مال باشگاه تاج بود. زمین اختصاصی داشتیم ما. 48 ساعت بعد اولین تمرین ما بود تو این زمین نظام آباد. عرضم خدمت شما برای اولین بار مدیر باشگاه اومد سر تمرین، اونم آخرای تمرین بود. ما رو بردن تو آمفی‌تئاتر، ایشون اومد صحبت بکنه. برگشت تیمسار گفت بچه‌های من، عزیزان من، چی شد که بازی رو باختیم؟ آخه چرا؟ داد و فریاد و نمیدونم محکوم کرد خیلی‌ها رو. روز بعدش هم منو خواست تو دفترش. البته این مسئله است که تا حالا من هیچ جا بازگو نکردم، هیچ کس صحبت نکردم. با داد و فریاد از من پذیرایی کرد و حرفای بد بیرا که بگو قبول بکن که تو گاوبندی کردی، تو کمکاری کردی. گفت چی بود مشکل؟ یه آقای به نام آقای علاوردی، حالا میشناسینش حتما، ایشون برگشت گفت تیمسار ما نیازمندیم، ما مشکل داریم اینا. ما اصلا همدیگر نگاه کردیم دیدیم ما تنها چیزی که نداشتیم اونم نیاز مالی. ممکن بود پول به ما کم میدادن ولی همون هم برای ما زیاد بود. جلسه بود ولی یه همچین چیزی نبود. جواد علاوردی اومد دفاع کرد. خب تیم مربی داره، 2 تا سرپرست داره، آقای تویورچی و کوزه‌کنانی، کاپیتان داره، بزرگتر داره. یکی بلند شه یه چیزی بگه به این، قول بده که ما دیگه بد بازی نمی‌کنیم، قول بده ما جبران می‌کنیم. هیچ کی حرف نزد. ما هم جوگیر شدیم. از همه بچه‌ها جواد بلند شد گفتش که ما زحمت، چون دستش شکسته بود تو همون بازی، دستش گرد گرفته شده بود. بعد گفت ما دستمون رو گذاشتیم تو این بازی، زحمتمون رو کشیدیم با این چیزا. بعد بازی من و نصرالله عبداللهی و عباس نوین روزگار رومون نمیشد بریم خونه، که رفتیم تو خیابون انقلاب، اونجا جاتون خالی غذا خوردیم.
تا صبح نشستیم زیر مجسمه فردوسی، رومون نمیشد بریم خونمون. اونجا من دیدم دستم خیلی درد میکنه. صبح ساعت 4-5 بود، 5 بود، رفتم خونه ماشینم آوردم. بعد عمو نسی و عباس ویرونزگار رو برداشتیم رفتیم خونه خوابیدیم. بعد ساعت 10-11 بلند شدیم، صبحونه به اینا دادم. من دیدم دستم خیلی درد میکنه، رفتم بیمارستان آپادانا. اون موقع دکتر تیم ما آقای دکتر وزیرزاده بود که جا داره از ایشون خیلی تشکر بکنم. رفتم پیش ایشون، عکس گرفت، 2-3 تا دکترها گفتن نه طوری نیست. بعد ایشون نشون داد که ترک خورده، دست من شکسته. برگشت تیمسار گفت شیخان آجودان تیمسار بود، به سر حالا اون شخص اگر ایشون 30 ثانیه دیگه اینجا باشه من میرم. من دقیقا یادمه، خدا شاهد، انگار دیروز بود، آقای علیوردی رو اصلا با یه حالت مفتضحی بیرونش کردن. بلافاصله بعد اونم، یعنی شاید فردای اون روز، جواد علیوردی رفت پرسپولیس. همون باعث شد این باعث شد که یه فکرایی بکنن مثلا ممکنه جواد، ولی همه زحمتشون رو کشیدن. میگم جواد دستش هم گذاشت بیچاره، خورد زمین، دستش هم شکسته. روز بدی رو داشتیم، هممون بد بازی کردیم. حالا بعضیا فرد رو مقصر میدونستن، میگفتن که ما اگر این بازی رو واگذار کردیم اشتباهات فردی توی زمین بود که باعث شد که ما 6 گل بخوریم، اونم در خط دفاعیمون. ما تو فوتبال توانی رسن به هیچ شما نه یادمونه، نه کردیم، نه خواهیم کرد. این چیزایی که میگم من اصلا قبول ندارم. نمیتونم. من بخوام هر چی رو بخوام بگم چرا اینجوری شد. ما موقعی که می‌خواستیم بریم اهواز، چرا اون نفر اومد اونجا گفت تا با من این پول ندی نمیام. ببینید من نمیخوام اسم اون نفر ببرم و اون نفر گفت من نمیام به دلیل اینکه خانواده‌ام خرجی ندارن. نمیشه این، خواهش می‌کنم نگیر اینا رو. من درد دلم بخوام بگم خیلی مسئله هست. من تنها بازیکنی در تاریخ فوتبال هستم که 2 تا باشگاه با هم توافق کردن، منو برداشتن جابجا کردن، از طریق باشگاه ما جابجا شدیم. اما چون من مشاوری نداشتم، بزرگتری نداشتم، دلسوزی نداشتم که بدون من تو چه شرایطی هستم، کمک فکری نداشتم، اون روز به عقل خودم این رسید که آدم وقتی از تیم تاج یا استقلال در میاد، میره یه تیم همتراز و یا به گونه‌ای محبوبتر و پرطرفدارتر. و این یه تو دهنی بود به مدیر باشگاه بزنم من، که بگم اگر که اینجا جایی ندارم، حداقل تو یه تیم مثل خودتون و شاید هم بزرگتر جا دارم. این بود که پرسپولیس رو انتخاب کردم. جالبترین چیزی که شاید خیلی جاها گفته نشده باشه، فردای اون روز که با تیم تاج از پرسپولیس 6 تا خود جشن گرفتن. باشگاه تاج جشن گرفت، پرسپولیسیا رو دعوت کردن، با رئیسش با تیم ما رو هم دعوت کردن، باشگاه بانوان که الان هست. اونجا براشون ارزش قائل شدن. اینطوری نبود که حالا اینطوری شده بخوام براشون برخورد بکنم. خیلی بهشون تبریک گفتن و سالی خودم ما رو خجالت دادن دیگه. واقعا رو نبوده. ما اگه علی آقام فهمیده از یک راههایی که به خودش میدونه فهمیده که آقا این اتفاقات میفته، که نمیدونم، گله‌ای از کسی ندارم، شکایتی هم ندارم، ولی توی اون مقوله ما مظلوم واقع شدیم و این خاطره تلخ واسه من موند که کاری که نکردم چجوری این همه تهمت به من زده شد. از ما که گذشت، سوختیم، دیگران نسوزن.